Let's welcome the teams, Hong Kong and Tajikistan. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Hong Kong. And now, the national anthem of Tajikistan. السلام علیکم دوستان ارجمند مخلصان و هواداران فوتبال، آنهایی که به فوتبال میهن در خصوص توجه دارند و همه بازی را در همه سن و سال و در بین بانوان و در بین مردان تماشا میکنند و از تماشای بازی ها حلاوت میبرند. شما را دعوت میکنیم به تماشای بازی دور اول مرحله انتخابی مسابقه فوتبال بانوان برای بازی های المپیک 2024. یعنی اینجا مرحله اول دور انتخابی برگزار می شود. دستا کوشش خود را انجام خواهند داد برای برآمدن با بازی المپیک سال 2024 و در همه منطقه یا خود در همه قطعه چنین بازی مرحله انتخابی برگزار می شوند و البته منطقه مهم یعنی منطقه آسیا استثنا نخواهد بود و این زمان
منتخب‌های زنانه تاجیکستان و هنگ کنگ کوشش خواهند کرد تا در مسابقه مذکور موفق شوند و توانند بازی خوب خود را در همین مرحله نشان هم بدهند. الکی بازی دستای فیلیپین و پاکستان به انجام رسید و در همین روز، یعنی روز 5 اپریل سال 2023 این بازی دوم است که برگزار می شود. همه بازی‌های مرحله یکم انتخابی بازی المپی در شهر هیسار، در ورزشگاه مرکزی شهر هیسار برگزار می شوند و هیئت خیلی مکمل فوتبالبازان کشورمان، بازیگران میهن در این منتخب جمع شدند برای برگزار کردن این رقابت ها. کوشش خیلی زیاد خواهد بود برای موفق شدن، برای تلاش نمودن و برای غلبه و برای شادی و نشاط مخلصانی که این بازی را انتظار بودند. و امروز هنگ کنگ باعث میزبان رسمی در رقابت خواهد بود. تاجیکستان در مجموع میزبان این بازی ها در یک گروه است، در گروه ای، یعنی بازی گروه ای در کشور ما برگزار می شوند در شهر هیسار و بازم در گروه های دیگر بازی ها در مملکت های دیگر، در مملکت های گوناگون برگزار خواهند شد که در هفته بازی بازم می توانیم همه آن کشورها رو به شما بگوییم که بازی ها در آنها برگزار میشن و کدام گروه ها در کدام منطقه دایر می شوند. هیئت منتخب هنگ کنگ بود در تصویر ما و شما و این فوتبالبازان کشور ما هستند که می خواهند با یک تئوری جدی با بازی وارد شوند. این زمان هیئت منتخب تاجیکستان به ما و شما نشان داده می شود و شاگردان مبین ارگشف با چنین هیئت امروز می توانند به میدان وارد شوند و رفت رقابت را دیگر هم بنمایند و توانند بر مقابل هنگ کنگ بازی خیلی خوب، دیدنی و تماشاباب را نشان بدهند. همه آمادگی میگیرد برای آغاز کردن رقابت. دروازه‌بان منتخب هنگ کنگ آماده است. داور بازی امروز توپ را میگیرد، در دایره مرکزی میماند و بعد از چند لحظه بازی دستان میتواند که شروع بگردد. در این فرصت فاصله من میتوانم هیئت هر دو دسته را به شما شناس کنم، چون میزبان در بازی امروزه دسته هنگ کنگ است. بیایید از دسته هنگ کنگ آغاز بنماییم، همچون یک گویم انعنه های مهمان نوازی را همینجا به نوبت گرفته. سراول توجه میکنیم به دسته هنگ کنگ که چنین هیئت دارد. اینجا مبین ارگشف، یوسف ربیف و دیگر مربیان منتخب المپی تاجیکستان قرار دارند در منطقه تکنیکی و بازی را اداره خواهند کرد. خب، هیئت منتخب زنانه هنگ کنگ به طور ذیل است. دروازه‌بان رقم 18 اینجا یوئن کی، فوتبالبازان دیگر که در میدان هستند: کاپیتان دسته رقم 6 چان وینگ ژه، رقم 2 سین ژونگ، رقم 3 ما چاک سون، رقم 9 چونگ پوی کی، رقم 11 لای یون یی، رقم 13 سانگ لای مای هالاسان، تا رقم 15 در بازی امروز سانگ پاک تونگ بازی خواهد کرد. داور صداش خود را بلند میگرداند. بازی منتخب‌های المپی زنانه هنگ کنگ و تاجیکستان همکنون آغاز می شود. بعدا رقم 17 چیونگ وای کی، رقم 21 سوی هویلام و رقم 22 چان یه گینگ می باشد. هیئت منتخب زنانه تاجیکستان را به شما شناس میکنم دوستان عزیز. سیاره سعید و دروازه‌بان و کاپیتان منتخب ما است. فوتبالبازان دیگر: رقم 4 کارینا میرزایوا، رقم 7 مدینه یلیوا، رقم 8 نیسا عبدالله‌وا، رقم 9 نیکوبخت خدودودوا، رقم 10 مرجانا سعیدова، رقم 11 کامیلا رسولova، 14 جانانا قربانова، 17 مرجانا فیض‌اللهова، 18 شمسیه حسینova و 22 لیلا حلیمova. اینها فوتبالبازانی هستند که در هیئت اساسی به میدان وارد شدند و آنها را یوسف ربیف، مبین ارگشف به میدان وارد کردند. خب، در هیئت ذخیروی منتخب المپی زنانه تاجیکستان چنین فوتبالبازان هستند: نیلوفر قرایفova، مونیسا گولova، زهرا بابامرادova،
баъдан Нурматов агар зона рақами хуб берақам ӯ рақами 5 аст албатта вале ман ҳайати захираро берақам ба шумо гуфта истодам ҳангоме ки ба майдон ворид мешавам баъдан рақамҳои онҳоро ба шумо ман хоҳам гуфт. Бибоиша Усокова рақами 13 Ҷонона Назарова Шаҳноза Бобоева Қурбонгул Ҳалимова ва Беназир Ҷумахонзода. سرمربی دستور که گفتیم مبین ارگاشف و سرمربی منتخب هنگ کنگ باشد جوزه ریکاردو رامبو به حساب می رود. می توانیم به همین هجوم توجه بنماییم که به نتیجه به انجام رسید. آوازی وی هنگ کنگ هم به نظر رسیده ایستاده است و گوش آمده ایستاده است، یعنی ما هنگ کنگ هستیم اینجا گفته ایستادن شاید اینها نمان بازیگران ذخیروی که در منطقه تکنیکی هستند اونها دست خود را طرفداری دارند. توجه میکنیم به همین هجوم چند یهینگ ضربه به نتیجه به انجام میرسد و فوتبالبازان ما به سلام رفتن نتوانستند. هجوم نوبتی فوتبالبازان هنگ کنگ اونجا بازیگر ما در زمین خوابیده است، اوسه برداشته است، شاید با کمک دکتران هم نیاز داشته باشد. خوب از جا بالا می شود مرجان فیض‌الله‌ایوا. ببینیم که ضربه که قوی‌تر بود برای نفس کشی مرجان فیض‌الله‌ایوا اندکی درد آورد، برای همینم مرجان فیض‌الله‌ایوا کمی در زمین خوابیده بود. پس با خطی نیمه مایه اینجا اجرا کرده می شود. پس به خط هجوم این حمله بازیگران کشور هنگ کنگ است. بسیار باقی توپ رو بیشتر فوتبالبازان هنگ کنگ اداره کرده ایستادند. در کنار کوشش کرد جانون قربانووا. در نهایت کار توپ از میدان بیرون می شود و اوت به نفع فوتبالبازان کشور هنگ کنگ خواهد بود. بازی المپی سال 2024 در کشور فرانسه در شهر پاریژ برگزار می شوند. پاریژ میزبان این رقابت ها خواهد بود. و برای راه یافتن به بازی المپی که اونجا فوتبال هم یکی از نموداست، فوتبال زنانه هم باید چند مرحله را پس سر بنمایند است و اکنون دور یکم مرحله انتخابی آغاز می شود. تاجیکستان کوشش خواهد کرد تا روی خود را با این بازی ها هموار نماید. حمله نوبتی ضربه به طرف دروازه جا کرده می شود. ضربه اونقدر قوی و با شست نبود از طرف تسانگ پاک تونگ این ضربه اجرا کرده شد. ضربه کنجی است اینجا. چانگ ونگزه کاپیتان پرتاب داخل جریمه‌گاه انجام داد و توپی که به دروازه ما حتی نرفت اون هم به دروازه وارد شد. حساب رقابت 1-0 بر نفع فوتبالبازان هنگ کنگ.
برای معین کردن مؤلف گل ما باید با صحنه تکرار حتما متوجه شویم، چون که اونجا ازدحام زیاد فوتبالبازان جمع شده بودند و معلوم نیست که توپ به اخیر به کی رسید. به نظرم توپ به فوتبالبازان دسته ما رسیده وارد دروازه گردید. دروازه بانم اینجا هیچ کار کرده نمیتوانست. توپ با گوشه پایینی دروازه از فاصله نزدیک زده شد. این هفته گل است یا خود گل و حساب رقابت 1-0 دوستان عزیز. اونجا توپ به طرف دروازه ما طوری گفتیم نمیرفت، ولی بعد رسیدن به پای فوتبالبازی ما توپ وارد دروازه میشود. حساب رقابت 1-0. هنگونگیا با پیش برآمدن و بازم در هجوم قرار دارند. پرتاب نوبتی به داخل جریمه گاه و این فرصت به نتیجه به انجام میرسد خوشبختانه برای ما. خب این آواز نمیدونم به گوش شما آمد یا نه آمد، خفای بد نشینید. همین گپ رو من هم گفتنی بودم، لازم نیست که خیلی زیاد با جریمه گاه نزدیک بازی کنن فوتبالبازان ما. البته پیش از شروع شدن این بازی باید برگزار می شدند بازی های خوب. یک مرحله آماده شوی به این نمی شود. دست دلخواه منتخب باید مرحله انتخابی جماعت های تعلیمی و تمرینی گذراند و این البته منتخب زنانه تاجیکستان هم استثنا نیست. بسیارتر معلوم است که با دسته زنانه کشورمون بیشتر کار میکند یوسف ربیف و جماعت های تعلیمی و تمرینی فوتبالبازان ما که برگزار شدند. در اونها تاکتیک و شیوه بازی انتخاب گردید که در همین بازی رقابت چگونه برگزار میشد و رقابت ها چگونه دایر میگردند. این خیلی و خیلی مهم است که با کدام ترتیب و شکل و شیوه بازی رقابت خواهند کرد بازیگران ما در رفته رقابت امروزه و عموما در بازی که من بعد هم در گروه ای برگزار خواهند شد، چون بازی ها در کشور ما در تاجیکستان دایر شده ایستادند. این باز میتواند دهنده که امکانیت فوتبالبازان ما را بیشتر بنماید. ولی به هر صورت اینجا یک ضربه زده می شود به طرف دروازه. مشاهده کردیم که این ضربه را حلیم و لیلا زد. خب به هر صورت باید گفت که ما یک بازی بسیار هم پرشدت، سر گل، هجوم کار، پر از گل ها را انتظار نیستیم از فوتبالبازان کشورمان. از فکر نکنید که در مجموع فوتبالبازان کشور علاوه خصوص البته از بازیگران جنسی لطیف پیش از همه باید درک می‌نماییم که آهسته فوتبال زنانه ما پیش رفته ایستاده است. اگر من خطا نکنم سال 2017 تا این جانب لکه بازی رسمی را برگزار کرده ایستاده است دسته زنانه کشورمان و تنها در راه پیشرفت خود قرار دارد. در مسابقه بیشتر و بیشتر ما شرکت کرده ایستادیم، در مسابقه فوتبال، در مسابقه فوتزال و هرچند نتیجه این زمان بد هستند، ولی این تنها یک مرحله گزارشی است که باید ما اون را گذاریم. ولی از طرف دیگر اکنون چندین سال می شود که مخلصان هم طاقت کرده ایستادند اون حسابای کلانی که فوتبالبازان جنسی لطیف در اون بازی بوخت می کنند و اکنون لازم و ضرور است تو فوتبال زنانه هم نتیجه نشون بدهد. تو اونجایی که معلوم است آهسته فوتبال بین زنان هم یعنی شرایطو برایشون فراهم آورده شده ایستادند تا اندازه کم و بیش. البته این طور نیست که با کشورهای دیگر قیاس کنیم، ولی به هر صورت سالهای قبلی دیده بهتر. گپ و صدا خیلی زیاد است در مورد اونقدر کمک زیاد نکردن به فوتبالبازان
جنسی لطیفی کشور توجه کم به آنها داشتند. سراول باید درک بنماییم که با فوتبال زنانه در مجموع در سطح جهانی توجه کم است. حتی جام جهان نوسته با اون که اونجا کدام فوتبالبازان مورگان بازی میکند و دیگران، ولی اقرار میشوند که توجه به آن کم است. و تاجیکستان هم البته استثنا نیست، نوسته از آن که توجه از فدراسیون مربوط به ساحه دیده می شود، ولی مشکلات تو هنوز جا دارند. یعنی اینجا البته مشکلات هم اون مشکلات هستند که زینه به زینه اونها حل خود را پیدا کردن می توانند. این زمان در فوتبال میهن از فوتبال زنان دیده مشکلات بیشتر در فوتبال مردان هم هستند. یعنی پیشتر باید اونها حل خود را یابند و بعداً باز توجه به فوتبال زنان هم می شود. این یگان گویم که جدای اندازی یا یگان مقصد از این گفته ها این نیست که به فوتبال زنان توجه کمتر شود، بیشتر شود بهتر، ولی بر صورت بیشتر از همه، اولتر از همه باید توجه به اون شود که امکانیت بیشتر دارد و به یگان شک و شبهه فوتبال مردانه ما امکانیت بهتری رسیدن به نتیجه های عالی را دارد و طبیعی است که توجه بسیارتر به آن است. این باید یگان جای عرض و شکایت نباشد که توجه به فوتبال مردانه نسبت به فوتبال زنانه بیشتر است. در همه جا همین طور است. جا در مرکز میدان قاضی بازی ویران کرده شده است. از زمین موقع اکنون توپ میتواند به بازی وارد کرده شود از جانب فوتبال بازان هنگ کنگ. پس به خط هجوم چنگ پینگ سون و توپ را اینجا بازیگر مازداد دور میکند. پس بعد داخل جریمه گاه بازیکنان خط دفاعی ما اینجا سر اول بازی بد نشان دادن، بعدا بازی خوب و خیلی نقص که در آخر بازی خوب نشان داده شد. اینجا نیسا عبدالله و توانست صد روی حرکت های بازیگر رقم 11 رقیب شود. لاو یونیی سال بعد داخل جریمه گاه یک ضربه زده می شود و دروازه‌بان ما سیاره سعید و بعد شده توپ را میگیرد.
سال با خط نیم حمایت توپ را میگیریم و قاعده بازی برای نشده است. میتوان حمله را ادامه داد. سال با داخل جریمه گاه اینجا دروازه‌بان سین جونگ اولین شده توپ را میگیرد. این اولین کوشش فوتبالبازان ما برای به هجوم گذاشتن بود. حمله دسته هنگ کنگ توسط کنار شروع میگردد. مشاهده کنید که چگونه بازیگر رقم 9 خوب حرکت کرد. چونگ پوی کی از اتومات هستند. بازیکنان هنگ کنگ توپ رو به بازی وارد بگردانند. امکانات میتواند پیدا شود برای ضربه زنی و حالت مذکور هم به نتیجه به انجام رسید. سال نوبتی دروازه‌بان سایر از سید و اولین شده توپ را میگیرد و محض او بود که وضعیت مذکور را برطرف کردن توانست. به خود دو و کوششی او توپ را از نزد پایه او میگیرند یا نه. او در پرتر مبارزه میبرد و توانست توپ را از نزد پایه خود دور سازد، ولی با توپ فوتبالبازان کشور هنگ کنگ باقی میمانند. عوض با نفی بازیگران ماست. این سال انجام داده می شود و بازم اینجا توپ در اختیار فوتبالبازان ما باقی میماند. لیلا حلیمووا ولی توپ را میگیرن فوتبالبازان هنگ کنگ. به حمله متوجه می شویم که چگونه شکل میگیرد. توپ را میبراریم. قسم بیشتر بازی در نیمه میدان ما جریان دارد. خب فرمت مرحله انتخابی بازی‌های المپی از کنفدراسیای فوتبال آسیا به طور ذیل است. دور یکم 5 دسته که
در рейтинги فیفا فوتبال بانوان زینه‌های بالاتری را دارند. آن рейтинги که روز 9 دکامبر سال 2022 ترتیب داده شده است، اینها کره شمالی، ژاپن، استرالیا، جمهوری مردم چین و کره جنوبی می باشند. آنها بازی خود را از دور دوم مرحله انتخابی شروع می‌گردانند. در مجموع 31 کشور در فوتبال زنانه از قطعه آسیا، از کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک خواهند کرد در مرحله انتخابی چمپیونات، در مرحله انتخابی بازی المپیک سال 2024. پنج دسته که در ریتینگ فوتبال زنانه زینه‌های بالاتری را از آسیا دارند، گفتیم اینها کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و جمهوری مردم چین. آنها آزاد هستند از مرحله یکم. و بعدا آنها در مرحله اول که شرکت نمی‌کنند، 26 دسته دیگر در دور یکم مرحله انتخابی برای بازی المپیک سال 2024 شرکت خواهند کرد. با 5 گروه 26 دسته تقسیم کرده می‌شوند. برخی از گروه از 4 کشور عبارت خواهند بود، بعضی گروه از 3 کشور. یعنی در مجموع 7 گروه می شوند، 5 گروه از 4 کشوری و 2 گروه دیگر که در آنها 2 کشور شامل هستند، 3 کشور درش شامل هستند. و باید فراموش نکنیم که از گروه ها، یعنی گروهی که من اینجا اشاره کردم، تنها غالبان گروه با مرحله نوبتی روی خود را هموار کرده می توانند. یعنی دستایی که در زینه یکم قرار میگیرند، اونها روی خود را هموار میکنند. یعنی در مجموع با مرحله نوبتی با مرحله دوم رقابت‌های انتخابی بازی المپیک سال 2024 12 دسته را می‌یابند. اینها 5 دسته که گفتیم از مرحله یکم آزاد هستند و 7 دسته که در گروه‌های خود در دور یکم گروهی این غالب می‌شوند. در مجموع 12 دسته روشان را هموار خواهند کرد با راوند دوم خود دور دوم بازی انتخابی و در اونجا کوشش خواهند کرد، تلاش خواهند نمود برای روی یافتن به دور سوم مرحله انتخابی. دوازده دسته که با دور دوم روی خود را هموار میکنند با 3 گروه باز تقسیم کرده میشوند. هر یک گروه در خود 4 کشور را خواهد داشت، 4 دسته را خواهد داشت. بسیار اول با همین وجه متوجه شویم و این یک حمله دیگری بود که به نتیجه به انجام رسید. هجوم از کنار جریان دارد، کوشش های نوبتی و توپ از میدان بیرون میگردد. با 3 گروه گفتیم تقسیم شود، 12 دسته، هر یک گروه از 4 دسته عبارت خواهد بود. بازی در گروه برگزار می شوند، یعنی هر یک دسته با 3 دسته دیگری گروه یک بازی را برگزار می کند و در نهایت معلوم می شود که کدام دسته های امکانیت برآمدن به مرحله نوبتی را دارند. و از 4
از 3 گروه که گفتیم 4 دسته خواهند داشت. 3 غالب گروه یا 3 دسته که در هر یک گروه زینه اول رو میگیرند و یک دسته دیگری که در بین دسته زینه دوم نتیجه بهترین را خواهد داشت. یعنی 3 دسته غالب و یک دسته بهترین زینه دوم با راوند سوم خود دور سوم بازی انتخابی را هموار میکنند. و این هم تمام نه، یعنی 4 دسته که با مرحله سوم روشون رو هموار میکنند با مرحله سوم دور انتخابی بین خود تقسیم شوند و بازی رفت و برگشت را برگزار خواهند کرد. در نتیجه بازی رفت و برگشت 2 دسته غالب روی خود را با بازی المپی هموار میکنند. کرینا میرزایوا آماده است تا از اتوبر وارد بازی بگرداند. در مرکز میدان قاعده بازی با قاعده بازی بیان کرده شد. قاعده بیان کنی به نظر رسید. دوباره بازی امروز تا همین دم یگان کارت زرد نشانه داده است. اینجا کارهای فهماندهی با بازیگر دسته ما در نوار تکرار میتوانیم متوجه شویم با این فرصت که چه حالت اینجا رخ داد. و ما نشان داده می شود همون لحظه که بر مقابل لیلا حلیم و قاعده بازی بیان شد و کارهای فهماندهی دوباره باشد با قربان و جانو نباد. بازیگر رقم 14 دوباره بازی امروز از کشور ژاپن است. دسته کوزومی با او از استرالیا یوانا کاراکیس کمک میرساند. یاردمچی دوم نیو خباز مفی نژاد از جمهوری اسلامی ایران است و دوباره اتیوپی باشد مانا زوکایی او هم از کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد. حمله نوبتی بازیگران هنگ کنگ پس با داخل جریمه که اینجا کوشش کرد تا توپ را بگیرد لاو یونیی اما موفق نشد. پرسینگ فاولانه فوتبالبازان کشور هنگ کنگ بود. در نهایت بازیگر خط دفاعی دسته ما مجبور شد تا توپ را از میدان زده بیرون کند. پس با عقیب اینجا ارسال به داخل جریمه‌گاه. خاطرترین فوتبالباز دسته زنانه هنگ کنگ در بازی امروز فوتبالباز رقم 11 لاو یونی است. قسم زیادی هجومات توسط او
تشکیل کرده می شوند. محض در همه هجوم و فعالانه اشتراک می‌ورزد، سرعتی بلند دارد. در مرکز میدان ما چند مرتبه مشاهده کردیم که تکنیک عالی هم دارد این بازیگر و نوبت به نوبت فوتبالبازان ما را فریب دادن میتواند. در 31 دقیقه بازی که الکی سپری گردید، فوتبالبازان ما تنها یک مرتبه در نزدیکی جریمه‌گاه فوتبالبازان هنگ کنگ بودند و خلاص. کریم میرزاییوا پس باقی بیرسال با خط هجوم اجرا کرده می شود. باید کوشش کرده شود برای توپ را گرفتن و حمله را ادامه دادن. بازم موفق نشدیم. کریم میرزاییوا توانست سر اول دو نفر را فریب بدهد ولی بعدا موفق نشد تو توپ درست خود پاس درستی را به همسگانش برساند. چونگ پویکی پس به نیمه میدان ما در هر یک موقع میدان فوتبالبازان کشور هنگ کنگ بهتر بازی کرده ایستادند. باید این چیز را اقرار شویم. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و خیلی خوب سیاره سعید و از موقع خود بیرون برآمد، توانست حالت مذکور را سریع وقت برطرف کند. لیلا حلیمووا کوششی و قوی بازی رو ویران کرد. پس با کنار هجوم نوبتی چای پویکی سالیو باقی اینجا باید دروازه‌بان از موقعش بیرون براید و این حالات را برطرف کند. بله در ریتینگ فیفا بین بونوان از آسیا اصلا دسته بهترین این کره شمالی است. آنها در بین تمام کشورها در 10 گانه قرار دارند. زینه دهم را کسب کردند. خب ژاپن باشد در ریتینگ فیفا بین بانوان زینه 11 دارد، استرالیا زینه 12، جمهوری مردم چین 14 و کره جنوبی 15. اگر با سبدها نظر بیندازیم، یعنی قبل از مراسم قرعه‌کشی ویتنام، تایپی، چین، تایلند، میانمار، ازبکستان، فیلیپین، هندوستان اونها در سبد اول قرار گرفتند. در سبد دوم ایران، خب اردن، هنگ کنگ، اندونزیا، نپال، قرقیزستان و مغولستان بودند. در سبد سوم
دسته ما در سبد سیوم است. اینجا فلسطین، سنگاپور، ترکمنستان، بنگلادش، لبنان، تاجیکستان و دسته تیمور هستند. در سبد چهارم شریلانکا، جزیره مالدیو، پاکستان، بوتان و افغانستان میباشند. ولی دسته افغانستان اینجا شرکت نخواهد کرد با سبب های معلوم. و رقیب امروزه ما یعنی منتخب هنگ کنگ در ریتینگ بانوان فیفا در زینه 77 قرار دارد. منتخب زنان تاجیکستان این زمان در زینه 144 است. پس با کنار اینجا هرچند کوشش کرد بازیگر رقم 9 این هم باشد جونگ پویکی است به توپ رسیدن نتوانست. سیورا سید و از نزد دروازه‌اش لکه ضربه میزند. توپ تا مرکز میدان میرسد. امکانیت است نیکو به خود دو و توپ رو میماند تا آوت برود. لیلا حلیمووا در مرکز میدان میخواست دو نفر را فریب بدهد، موفق نشد. پس به خط هجوم توپ را میگیرند بازم فوتبالبازان هنگ کنگ. روی یگانه در ریتینگ بانوان فیفا پیش رفتن دسته ما، البته رقابت بهتر و غلبه ها در چنین بازی ها می باشد. بعد از بازی های خوب در رقابت با چنین دستهایی که در ریتینگ از ما بالاتر هستند، کشور ما در بین بانوان می تواند البته بازم در ریتینگ بلندتر رود. یکی از راههای اساسی می باشد تا نتیجه ها بیشتر و بهتر شود. هستند در فوتبال زنانه در آسیا مملکت‌هایی که در ریتینگ از ما پستر قرار دارند، یعنی اونهایی که در سبد چهارم هستند. برای مثال از بین همه دستهایی که اینجا هستند، یعنی 31 دسته که شرکت میکنند، تنها 6 کشور در ریتینگ فیفا از ما پستر قرار دارند. اینها دسته‌های تیمور، شریلانکا، جزیره مالدیو، پاکستان، بوتان و افغانستان هستند. تنها همین کشورها در ریتینگ از ما پایین‌تر قرار دارند. همچنین مملکت‌هایی بودند که اینجا عموماً شرکت نمی‌کنند و آنها را هم می‌توانیم با شما شناس بنماییم. برونی، عراق، کویت، ماکائو، جزیره ماریانا، عمان، عربستان سعودی، قطر، یمن، لاوس، بحرین، مالزیا، گوام، امارات متحده عرب، کامبوجا و سوریه. اینها کشورهایی هستند که اشتراک نمی‌کنند. در بین آنها حتی مملکت‌هایی هستند که در ریتینگ هزینه بد ندارند. برای مثال مالزیا 89 است، بحرین 86، لاوس 85. کمک رسانده ایستادن با بازیگری ما
با مرجان سعیدова و او بعد از چند لحظه میتواند با اجازه داور باز برگردد به میدان. از او توپ به خط هجوم روان کرده میشود. نیکوبخ خود داد و توپ به دست نیکوبخ خود داد و رسید. ماچایشون چنگوایکی ارسال نوبتی با خط حمله. امکانات خوب است برای دوام دادن هجوم اگر توپ را درست قبول میکرد جانونا قربانووا و حمله را ادامه میداد. توپ را با نوبتی در مرکز میدان. ژانگ وینگژه پاس با بازیکن رقم 9 چونگ پویکی. چونگ پویکی توسط کنار میخواستم به هجوم گذارن فوتبالبازان هنگ کنگ اما موفق نشدند. سورا سعیدова از موقع دروازه خود پاس درست به نیکوبخ خود داد و داد. ارسال و خط هجوم امکانیت برای ادامه دادن هجوم اینجا پیدا می شود و قاعده بازی را اینجا ویران کرده از جانان قربانووا. و بر مقابل سینجنی اینجا قاعده بازی ویران شده است. مرکز در اداره کردن توپ مهارت عالی‌تر نشان میدن بازیگران هنگ کنگ و بازیشان هم بهتر به نظر رسید. استاد است در اینجا در بازی توپ را خیلی خوب اداره میکنند. ببینید که اینجا امکانیت بهتری براشون پیدا میشود. دروازه خالی بود ولی توپ از نزد پایهای چنگوایکی گذشت. دروازه‌بان ما سورا سعیدова هم در خروج آنقدر بازی باورناک نشان دادن نتوانست در همین فرصت میتوانیم بارگان متوجه شویم. بینید که چگونه واقعا اونجا سنگ لایمه حلسم بازیکن رقم 13 میتونست به دروازه خالی گل زند ولی شاید دو منتظر نبود که توپ به همین ترتیب میگذرد در سورا سعیدova. پس به مرکز ارسال اینجا به کنار راست روان کرده می شود. تا به نوبتی بعد داخل جریمه‌گاه اینجا 3 نفر فوتبالبازان ما قرار داشتن و توانستن این وضعیت را برطرف نمایند. اینجا به نوبتی چایپویکی ارسالیو و بازیگر دیگر و بازیگر رقم 22 چای هینگ و توپ از میدان بیرون شد. توپ به داخل جریمه‌گاه یا توپ از میدان بیرون می شود. ضربه کنجی خواهد بود. 45 دقیقه نیمه اول تمام شدند. 1 دقیقه ضم کرده شد به وقت اساسی. چای وانژه کاپیتان دسته پاس خود را اجرا کرد. ضربه به طرف دروازه زده می شود و گل دوم فوتبالبازان منتخب هنگ کنگ در بازی امروزه به نظر رسید. اینجا شده میکنیم که از همه بلندتر سین ژنگی جست خود را اجرا نمود. بازیگر رقم 2 فوتبالباز خطی
دفاع و توانست یک گل دیگری فوتبالبازان کشور خود را به ثمر رساند. توجه میکنیم بار دیگر که چگونه ارسال اجرا کرده شد. هیچ کس مقابلت نشان نداد بر مقابل اوزودونه. به دخالت یگان فوتبالبازی ما ضربه میزند و توپ را به دروازه وارد میکند و ببینید که ضربه چگونه اولی زده شد. همین طور قسم اول رقابت دستای هنگ کنگ به تاجیکستان به انجام میرسد. حساب 2-0 به نفع بازیگران هنگ کنگ است. یکم هفته گل زده شد و بعدا سین جونگی در اخیر نیمه اول یک گل دیگر زد. حساب را 2-0 کرد. نیمه دوم میتواند از قسم اول دیده جالب‌تر باشد.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی شهر حصار به نیمه دوم رقابت منتخب زنان تاجیکستان و هنگ کنگ. خوب بوبوی و بجای نیکوبا خوددود و به میدان وارد می شود تحت رقم 19 در آغاز نیمه دوم رقابت. طبعا با ما شما کارگردان نشان میدهند این شاهنازه بوبویو است که به عرصه رقابت وارد شد و فکر دارم یک نفر دیگر هم به میدان آمد. اگر خطا نکنم بنظیر جمعه خانزاده هم تحت رقم 21 این زمان وارد میدان شد. دو بار صداش خود را بالا میگرداند. با دو تغییرات به نیمه دوم آمدند بازیکنان کشور ما، یعنی بنظیر جمعه خانزاده و همچنین در برابر این باز یک نفر دیگر به میدان آمد، شاهنازه بوبویو و یک دفاعگر و یک نیم حمایتگر. اولین کوشش، اولین هجوم بازیکنان هنگ کنگ و اون به نتیجه به انجام رسید. حساب رقابت طبعا شما مشاهده میکنید دوستان عزیز، 2-0 است. فوتبالبازان کشور هنگ کنگ پیش صف می باشند. من خاطر میکنم که این دور اولی بازی یا خود راوند یکم بازی مرحله انتخابی بازی المپی تابستانی سال 2024 می باشد که در شهر پاریژ برگزار می گردد و حساب رقابت 2-0 است. خوب به ما نشان میدن که جمعه خانزاده واقعا او به میدان شد، ولی به جای کی به جای لیلا حلیمووا، ولی او به جای لیلا حلیمووا به جای بازیگر رقم 22 به میدان آمد و در آغاز رقابت 7 گل زده شد. حساب رقابت آنجا 1-0 به نفع هنگ کنگ گردید و بعدا باز یک حالت دیگر رخ داد. در آخر قسم اول در دقیقه یکم زم کرده شده، در یگانه دقیقه که زم کرده شد به نیمه اول، در اونجا مای چک شوم توانست مؤلف گل شود. از کنار ارسال خوب به طرفی و ضربه کنجی روان کرده شد و بازیگر مذکور توانست به خطا ضربه خود را با سر اجرا کند و ضربه زده او با گل انجام یافت. همین طور حساب 2-0 شد. به نیمه دوم فوتبالبازان هر دو تیم با حساب 2-0 آمدند و در قسم دوم باید فوتبالبازان ما کوشش بیشتر بنمایند برای موفق شدن. در هیئت منتخب زنانه هنگ کنگ یگان تغییرات به فرق از نیمه یکم نیست، چون این فوتبالبازان در میدان بودند و این زمان هم هستند. رقم 18 دروازه‌بان گی یونکی، بازیگران دیگر رقم 2 سین چونگی، رقم 3 ما چاکشون، رقم 6 کاپیتان دسته چان وینگ ژه با مؤلف ارسال گل بخشا است، رقم 9 چونگ پویکی، رقم 11 لاو یونیی، تحت رقم 13 سانگ لی مای خالصان بازی میکنند، رقم 15 سانگ پاک تونگ، رقم 17 چوینگ وای کی، 18 اینجا یونکی، 21 سو هولام، تحت رقم 22 باشد چان یه هینگ بازی میکند و خوسه ریکاردو رامبو از کشور برزیلیا سرمربی منتخب به عنوان کشور هنگ کنگ به حساب میرود. پرتاب به داخل جریمه بعد نیست، امکانیت خیلی خوب جا پیدا شد ولی با زمان به برار جمع باز گردید. هیئت منتخب زنان تاجیکستان با فرق از قسم اول اینجا 2 تغییر دیده میشوند. نیکو بخت خوددود و لیلا حلیمووا از میدان گرفته شدند. به جای اونها بنظیر جمعه خانزاده و بوبوی و شاهنازه به میدان آمدند. هیئت چنین است: دروازه‌بان رقم 1 سیاره سعید و فوتبالبازان دیگر رقم 4 کرینا میرزایی و رقم 7 مدینه یلی و رقم 8 نیسا عبدالله و 9 نیکوبا خوددود و بود گفتیم به جای شاهنازه بوبوی و به میدان آمد. رقم 10 سعید و مرجانه، 11 کامیلا رسول و 14 قربان و جانونا، 17 مرجانه فیض‌الله و 18 شمسیه حسینووا و با جای لیلا حلیمووا تحت رقم 21 به میدان بنظیر جمعه خانزاده آمد و او بازی کرده است. مبین ارگاشف باعث مربی منتخب المپی به عنوان تاجیکستان می باشد. او و یوسف ربیف دسته را راهبری کرده است. توسط کنار حمله جریان دارد و ضربه کنجی اینجا دوبار نشان میدهد. دوباره بازی امروز
Асака Койзуми از کشور ژاپن است، از یک کانادباو از کشور استرالیا. جان چراکتیس کمک میرساند. از کنار دیگر انجین خبام مفی نژاد کمک رسانی است و داور احتیاطی باشد. مهنوز زوکی از کشور جمهوری اسلامی ایران است. سلام علیکم بازیگران ما. پس اینجا خطا به چشم رسید. هجوم رباطی فوتبالبازان هنگ کنگ پرتاب به داخل جریمه روان کرده می شود. این حالت برطرف شد. باز هم کارهای فهماندهی داور ژاپنی با فوتبالبازان هر دو تیم. پس با خط نیمه حمایه اینجا بازیگران ما کوشش میکنند تا در نیمه میدان رقیب هم یک بازی خود را نشان بدهند. ارسال با کنار توسط کنار راست حمله اینها جریان دارد. پس با خط هجوم رقابت شدت میگیرد و باید هرچی زودتر توپ را به همنشینان خود پس میداد. فوتبالباز ما اونجا با توپ کامیلا رسولووا بود. پس به خط هجوم باید توجه ما اکنون به خط حمله بیشتر شود. توسط کنار حمله میتواند با سرعت بلندتر جریان داشته باشد. پس به خط هجوم ولی به برابر این حالت جمع بحث می شود. دروازه خالی بود ولی توپ به کنار که آمد. بازیگران کشور هنگ کنگ توانستند درست‌تر ضربه خود را اجرا کنند. توپ از میدان بیرون نشده است. مبارزه نوبتی و بازم توپ به نزد فوتبالبازان هنگ کنگ می آید. این اشتباه خود فوتبالبازان ما بود. ضربه به طرف دروازه.
پایده بازی اینجا در مرکز میدان ویران نشده است. دوباره اشاره دارد که باید بازی جریان بگیرد. پس به عقب پس و خط هجوم کوشش نوبتی بازیگران هنگ کنگ. پای جینکو اینجا کوشش نوبتی خود را انجام داد. پرتاب به کنار لیسول و دروازه‌بان اولین شوت توپ را میگیرد. سیاره سعیدوه اینجا موقع درست رو اشغال کرد و توانست صدی روی پاس که از کنار جا کرده شود. از کنار باشد بازیگر رقم 9 چونگ پویکی پاس خود را جا کرد. حمله نوبتی هنگ کنگ. پرتاب داخل جریمه گاه. در هیئت منتخب هنگ کنگ هم میبینیم که تغییرات ها هستند. یون یی از میدان گرفته شد و جای بازیگر رقم 12 به میدان آمد. این فوچی مان است. همچنین بازیگر رقم 14 به میدان آمد. چام چینگ مان و بازیگر رقم 22 چان یه هینگ بیرون از میدان گردید. سیاره سعیدوه با کمک دختران هم نیاز دارد. از جا بالا می شود سیاره سعیدوه. و ما شما بازیگری نشان داده می شود که بر مقابل سیاره سعیدوه مبارزه برد. سوهایلان دوباره به نزد سیاره سعیدوه آمد و از او پرسان شد که میتواند بازی را ادامه بدهد یا نه. سیاره سعیدوه دروازه‌بان منتخب بانوان تاجیکستان میتواند رقابت را ادامه بدهد. اگر نتواند پس نیلوفر قرای و مونیسا گلووا دو دروازه‌بان دیگری که در هیئت ذخیره قرار دارند.
پرتاب به خط هجوم. ارسال به داخل جریمه کرینا میرزایی و در داخل جریمه بود. میتوانید ضربه خود را اجرا کند ولی توپ را گرفتند. مشاهده میکنیم که اینجا از پا می افتد بازیگر ما، این هم باشد شهنازه بابایو است، همچنین دروازه‌بان منتخب هنگ کنگ هم آسیب دارد. یوینکی و میبینیم که چه حالت رخ داد. خب فرصت تغییرات های زیاد هم فرا رسیده است. البته در هیئت ذخیروی هر دو دسته فوتبالبازانی هستند که میتوانند به میدان آیند. الکی در هیئت هنگ کنگ ما شما تغییرات را دیدیم. به میدان چام جینگمان و چای لینگلان وارد شدند. همچنین چوین و هوی شسوم چوپویان چانگ وینگلان ووچو یو فوچی ون چام جینگمان وانگ سومان وانگ چریسته و کوک اویلام قرار دارند. بعد گفتن نام ها زبانم نشکست. پس میگذاریم به بازیگران ذخیروی کشور ما. اینجا هم تغییرات را دیدیم. بینظیر جمعه خانزاده و شهنازه بابایی و گفتیم به میدان آمدند. در قسم دوم همچنین در هیئت ذخیروی چنین فوتبالبازان هستند. زور بابا مراد و خب چروسخان نورمراد و فرزانه نورمت و دلدوره امامعلی و نیلوفر قرای و بیبی عایشه ایساق و جانونا نظر و منیسا گل و قربانگل حلیمова. اونهایی که از بینشان 3 نفر دیگر امکانیت دارند تا به میدان آیند و به رفت بازی تاثیر خود را برسانند. دروازه‌بان هنگ کنگ یا اینکه بازی را ادامه دادن نمیتواند او با کمک نفران مسئول از میدان بیرون می شود و به جای میتواند چیوک وای به میدان آید. بله همین نفر در تصویر ما شما است. تحت رقم 1 اکنون او وارد میدان می شود و در خط دروازه های منتخب هنگ کنگ بازی خواهد کرد. Substitution for Hong Kong, player number 18, Lim Yun-ki, replacing player number 1, Lim Chok-wai. ضربه نوبتی به خط هجوم. کرینا میرزایوا مبارزه او و توپ اینجا بیرون از میدان می شود. ارسال ضربه اینجا اجرا می شود ولی نادقیق. گفتیم که در گروه های دیگر هم بازی برگزار می‌گردند و برگزار خواهند شد. این گروه که منتخب هنگ کنگ و تاجیکستان بازی کرده ایستادند گروه ای می باشد. فیلیپین و پاکستان دو دسته دیگر شامل همین گروه می باشند.
توجه میکنیم به حمله. در گروه ما الکی گفتم یک بازی برگزار شد و این بازی دوم روز است که دویر شده ایستاده است. وقتی برگزار شوی بازی در گروه دیگر هم الکی معلوم می باشد. بازی دور اول دور یکم مرحله انتخابی از 1 تا 11 اپریل برگزار شویشون در نظر بود و الکی دویر شده ایستادند. از 1 تا 5 اپریل، بعدا از 4 تا 8 اپریل، از 7 تا 11 اپریل اینها بازی دور یکم، دور دوم و دور سوم هست که برگزار خواهند شد. ضربه به طرف دروازه و توپ اینجا خیلی بلند می رود. متوجه می شویم با گروه A. طوری گفتیم در مرحله اول 5 گروه از 4 دسته عبارت خواهند بود و 2 گروه از 3 دسته. بازی گروه A همه در کشور ازبکستان برگزار خواهند شد. اونجا ازبکستان، اردن، تیمور و بوتان شامل هستند. بازی آغاز شویشان از همین روز است، یعنی به مانند بازی ما وقت هم همون وقت است. در ورزشگاه لوکوموتیو و پختکار بازی در شهر تاشکند برگزار می شوند. اردن و تیمور لیست الکی بازی خود را برگزار کردند. ازبکستان و بوتان باشد این زمان بازیشان جریان دارد. بعدا روز 8 اپریل بوتان با اردن بازی خواهد کرد. تیمور لیست با کشور ازبکستان به میدان رقابت وارد می‌گردد. روز 11 اپریل باشد تیمور لیست با بوتان بازی می‌کند و ازبکستان با اردن. بعد از این معلوم می‌شود که با مرحله نوبتی، یعنی با دور دوم مرحله انتخابی بازی المپیک کدام منتخب راه می‌یابد. اینها بازی بودند که میتوانند در گروه A البته برگزار شوند و الکی آغاز شدند. در گروه دیگر، در گروه B چنین دسته ها شامل می باشند: میانمار، ایران، بنگلادش و جزیره های مالدیو. بنگلادش و مالدیو شرکت نمی‌ورزند، برای همین هم تنها میانمار و ایران بازیشان را برگزار خواهند کرد. در این گروه بازی در میانمار برگزار می‌گردند. پرتاب به داخل جریمه گاه امروز الکی بازی دسته‌های ایران و میانمار برگزار شد و بعدا بازی دیگر روز 8 اپریل برگزار می‌گردد. میانمار ایران، یعنی از بین همین دو دسته یک دسته روی خود را به دور نوبتی هموار می‌کند. در این گروه همه چیز خیلی آسان و ساده شده است، یعنی تنها دو دسته هستند که بر مقابل هم دیگر دو بازی را برگزار می‌کنند و یک دسته را هموار می‌کند 50 بر 50. گروه دیگر، گروه C، اونجا هم همین طور می باشد، تنها دو دسته شرکت میکنند. بازی در نپال برگزار می شوند. ویتنام، نپال، افغانستان و فلسطین شامل همین گروه هستند. افغانستان و فلسطین شرکت نمی کنند. ویتنام و نپال بین خود دو بازی را برگزار خواهند کرد. الکی بازی دسته های نپال و ویتنام برگزار شد و بعدا روز 8 اپریل ویتنام با نپال بازی خواهد کرد. این روز نپال ویتنام بود و بعدا بازی دوم بین همین دسته برگزار می‌گردد. گروه دی، همه بازی‌های گروه دی در کشور تایلند برگزار می‌شوند. در شهر چونبوری توجه میکنیم. سر اول با وضعیت استانداردی فوتبالبازان ما پرتاب به داخل جریمه گاه اجرا کرده می شود. امکانات ضربه زنی بود ولی نرسید به توپ با بازیگر خط حمله. در گروه دی 3 دسته شرکت می‌ورزند، شامل هستند تایلند، مغولستان و سنگاپور. شریلانکا هم باید اشتراک میکرد ولی دسته مذکور اشتراک نکرده ایستاده است.
بازی‌های گروه مذکور بروقت‌تر برگزار شدند. روز 1 اپریل سنگاپور بر مقابل تایلند بازی کرد و تایلند در میدان خانگی خود با حساب 6-0 سنگاپور را شکست داد با گل زده اوراپین، پیمرا، ساولاک، جپارون و پانیکما. فوتبالبازانی که شما آنها را نمیشناسید و نخواهید شناخت. و در بازی دوم که روز 4 اپریل برگزار شد، مغولستان بر مقابل سنگاپور بازی کرد و بازی با نتیجه 2-2 به انجام رسید. نکمانداخ نموانان فوتبالباز دوبل کرد از دسته مغولستان و از سنگاپور باشد دانیل تان و نور عزتی 2 گل را زدند. پرتاب اینجا اجرا کنده می شود، دخترش پس باقی بیرسال به داخل جریمه‌گاه و توپ از میدان بیرون می شود. روز 7 اپریل تایلند بر مقابل مغولستان بازیش را برگزار می‌کند و بعدا مایه می‌گردد که کدام دسته اینجا زینه اول را می‌گیرد، چون که هم تایلند و هم مغولستان امکانیت دارند. تایلند 3 خال دارد، مغولستان 1 امتیاز. در صورت غلبه خود منتخب مغولستان می‌تواند صاحب 4 خال شود، اما در صورت مساوی و غلبه تایلند به دور نوبتی می‌براید. سنگاپور الکی از ادامه راه مبارزه بی‌نصیب شده است، آنها امکانیت را از دست دادند چون که در 2 بازی شکست خوردند. در گروه ای الکی گفتیم که اینجا بازی ها به طور زل هستند. فیلیپین، پاکستان الکی بازیشان برگزار کردن. هنگ کنگ، تاجیکستان ما و شما این زمان بازی را متوجه هستیم. بعد از این بازی دور دوم روز 8 اپریل برگزار می شوند. در دایره اون بازی سر اول با این هجوم متوجه می شویم که اندک خطا دیده شد. در دوره اون بازی پاکستان بر مقابل هنگ کنگ بازی خواهد کرد در ورزشگاه شهریسار. همه بازی در ورزشگاه شهریسار برگزار می شوند و ساعت رس و 16 بازیشان آغاز می گردد. ساعت رس و 19 باشد بازی دستای تاجیکستان و فیلیپین برگزار شویش در نظر است. آغاز شویش در نظر است، یعنی تاجیکستان بر مقابل فیلیپین بازی خواهد کرد و امکانیت پیدا کرده می تواند تا در آن بازی دست بالا شود. بعدا روز 11 اپریل بازی‌های دور سیوم در مرحله یکم دور انتخابی بازی المپی برگزار می شوند. در گروه ای فیلیپین بر مقابل هنگ کنگ بازی خواهد کرد رس ساعت 16 و رس ساعت 19 تاجیکستان بر مقابل پاکستان به میدان رقابت وارد می شود. پرتاب بعد داخل جریمه‌گاه
این اون دستایی بودند تا گروهی که باید در هر یک همین گروه ها 4 دسته می بودند، ولی بعضی از دستا با سبب های گوناگون از حق شرکت دست کشیدند. و 2 گروه دیگری که از 3 کشوری عبارتند. ارسال به خط هجوم. این ای 14 خط کاملا مدینه شش خطی برای میشد دالی خالی میمونه کی دالی خالی میمونه مدینه کازرون خالی بیس بعد کنترل بگیرم مدین بیس رکاسته یوت تو به خط هجوم از اوت این سال جا کرده شد. کوشش های نوبتی فوتبالبازان کشور هنگ کنگ. کارینا میرزویوا تو خیر اینجا پرسینگ کرده است است تو برو بگیرد حمله را شروع بگرداند. امکانیت است چون که شماره فوتبالبازان هنگ کنگ کمتر اینجا دیده میشوند. قاعده بازی ویران کرده شدن همین قاعده ویران کنی ارزنده کارت زرد بود. دقیقاً و کارت زرد با مؤلف گل دوم دسته هنگ کنگ نشان داده می شود و شونیانگی. پرتاب به داخل جریمه گاه. خب دستایی که در آنها تنها 3 کشور شامل هستند، 2 گروه که 3 کشوری در آنها شامل می باشند. گروه F اونجا تایپه چین، اندونزیا و لبنان شامل می باشند. امروز لبنان بازیش بر مقابل تایپه چین علاقه برگزار کرد. روز 8 اپریل اندونزیا و لبنان بازی خواهند کرد. 11 اپریل باشد تایپه چین با اندونزیا به میدان رقابت وارد می شوند. بعدا معلوم می گردد که کدام از این دسته امکانیت برآمدن به مرحله نوبتی را دارد. سیاره سعید و سیو خیلی خوب را اینجا نشان داد. از گل سیوم دسته ما را سیاره سعید و نجات دادن توانست. مشاهده میکنیم که بازیگر رقم 13 نتوانست توپ را به دروازه وارد بنماید. از موقع خیلی خوب ضربه زنی و خیلی خوب گل زنی این سانگ لایمن خلاصان است. و گروه آخرین این گروه جی است دوستان عزیز. همه بازی‌ها در کشور قرقیزستان برگزار می‌شوند و بازی گروه اف در لبنان دایر می‌گردند. و علاقه یک بازی برگزار شد دیروز روز 4 اپریل. به حمله بیاید متوجه شویم. کارینا میرزویوا پاسیو 9 دقیق با حساب 5-0 هندوستان بر قرقیزستان غلبه کرد. تامنگ، گوگولون، دیوی، رینو در آن دیدار توانستند با زدن گل دست یابند. قرقیزستان در میدان خود بازی کرد در شهر بیشکک. در این گروه تنها باید 3 دسته شرکت میکردن ولی تنها 2 دسته اشتراک می‌ورزند، هندوستان و قرقیزستان، چون که ترکمنستان هم از حق اشتراک دست کشید و از اشتراک دست کشید. روز 4 اپریل قرقیزستان از هندوستان شکست خورد با حساب 5-0 و روز 7 اپریل باز شاید بازی دیگر این دسته برگزار می‌گردد. 2 رقابت و معین می‌گردد که کدام از این دسته ها زینه یکم رو می‌گیرند. یعنی اینجا تنها زینه یکم می‌گیره یا زینه دوم، یا می‌گیره یا نمی‌گیره.
مراسم قرعه‌کشی دور دوم مرحله انتخابی در شهر کوالالامپور کشور مالایزیا برگزار می شود. طور اشاره کردیم اونجا 12 دسته از بین 26 دسته که اینجا اشتراک می‌ورزند راهشون را هموار میکنند. از بین 26 دسته با چندین دسته دیگری هستند که از حق اشتراک دست کشیدند. در مجموع خوب از 26 دسته که گفتن 6 دسته دیگر هم دست کشیدند و تنها 20 دسته اشتراک می‌ورزند. این زمان دو گروهی که در اونها هر 4 دسته شرکت می‌ورزند، یعنی تنها دو گروه هستند، گروه A و گروه E. یعنی در گروه A ازبکستان، اردن، تیمور لست، بوتان همه دسته شرکت میکنند و در گروه E فیلیپین، هنگ کنگ، تاجیکستان، پاکستان اینجا هم همه کشورها هستند. بعدا باز به سبدها البته تقسیم کرده می شوند. سبدها به طور ظاهر هستند. در سبد اول الکی معلوم است کدام کشورها هستند: استرالیا، ژاپن، چین و کره جنوبی. در سبد دوم کره شمالی است. بعدا دو دسته دیگر معلوم خواهند شد. در سبد سوم دسته ها معین میگردند. از همین مرحله انتخابی در سبد چهارم کره شمالی الکی هست و دو دسته دیگر از دور یکمی مرحله انتخابی اونجا راهشون رو هموار خواهند کرد. بازی راوند دوم دور انتخابی باشد ماه اکتبر برگزار خواهند شد. بعدا دسته ها با 3 گروه تقسیم می شوند. هر 3 گروه از 4 دسته عبارت خواهد. بعد از این از هر یک گروه یک دسته می برند، یعنی 4 دسته باز بین خود رقابت ها را برگزار می کنند و 2 دسته از بین 4 دسته می برایند و مرحله فینالی یا خود با بوزه المپی رو ختم میگیرند. 2 دسته. یعنی تا ماه دکبر معلوم می شود که 2 کشوری که منتخبای فوتبالی زنانه خود را به شهر پاریس روان میکنند کدام با خواهند بود از آسیا. سال بعد آخر جریمه گاه امکانیت اینجا برای ضربه زنی است. ضربه زده می شود ولی تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون میگردد. حمله نوبتی بازیکنان ما کرینا میرزایeva بازم مشاهده نکردیم. پرتاب را به داخل جریمه گاه هجوم جوابی بازیکنان کشور هنگ کنگ و اینجا سیاره سعید و اولین شده توپ را میگیرد.
سه دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است. با جمعی اون دقیقه‌ای که داور ژاپنی با بازی موزه زم خواهد کرد به نیمه دوم. پس با مرکز مجمع نوبتی بازیکنان هنگ کنگ خیلی خوب توپ را اداره کردند. فوتبالبازان متخصص برزیلی ضربه اجرا کرده می شود و توپ به دروازه وارد می‌گردد. حساب رقابت 3-0. 3-0 بدون لکه تورمور است. خلاصان و زمین بازیگر که دو فرصت خوب گلزنی رو از دست داد، اشتباه خود را جبران نمود، توانست گل زند و از میدان بیرون شود. خلاصان بیرون از میدان میگردد. یان تا رقم 5 به جایش به میدان میآید. چوپویان و همچنین از میدان رقم 6 گرفته شد. چان وینگ زی کاپیتان دستانه که پرتاب کرد و همدستش گل زد به جای بازیگر دیگر به میدان آمد. سرعت ضربه اونقدر بلند نبود، اما سرعت سیاره سعیدو و از ضربه دیده سست‌تر بود. برای همینم توپ وارد دروازه ما گردید. در مرکز میدان رقابت خوبتر به نظر می رسد، ولی بازم توپ را گرفتن فوتبالبازان کشور هنگ کنگ. پس با داخل جریمه‌گاه پایده باز اینجا ویران شده است. شش دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی. معلوم نیست برای چی. امکانیت است اینجا کارین میرزایeva ضربه میزند. اگر این رو ضربه زدن گفتن شود. تغییرات در هیئت منتخب زنانه تاجیکستان. نورمرودووا به میدان خواهد آمد با جای سعیدووا. و همچنین از میدان قربانووا گرفته می شود. بازیگر رقم 15 به جای به میدان میاد جانانه نظروا. جانانه قربانووا از میدان گرفته شد و همچنین یک نفر دیگر مرجانه سعیدووا. آنها 5 دقیقه امکانیت دارند بازی کردن.
پس با خط هجوم دقیق‌ترش به خط نیم حمایه ارسال اجرا کرده می شود و اینجا سیاره سعید و اولین شده توپ را می گیرد. یک تغییرات دیگر هم هست در هیئت منتخب ما. کریم امیرزوی و اینجا با ما شما نشان داده می شود او از میدان بیرون میگردد مگر دبیوشه ایسوق و به میدان آمده است. از میدان باشد رقم 11 کامیلا رسول و گرفته شد. پاس نوبتی یک ضربه خوفناک به طرف دروازه عموما نمیرسد. اگر یک ضربه خوفناک زده شود به همون امروزی خواهیم شد در وقت رقابت امروزه. دقیقه آخرین اینیو جریان دارد دوستان ارجمند. ارسال بعد داخل جریمه روان کرده می شود و توپ اینجا به طرف دیگر می رود. پس با کنار ارسال با داخل جریمه گاه و فرصت مذکور به نتیجه به انجام میرسد. بازی نوبتی بازیگران کشور ما بر مقابل دسته فیلیپین خواهد بود. بر مقابل جزیره فیلیپین ما روز 8 اپریل بازی خواهیم کرد. اون بازی هم رس ساعت 19 آغاز میگردد و امیدواریم اون دیدار فوتبالبازان ما بازیگران جنس لطیف ما بازی بهتری خود را نشان خواهند داد. دسته هنگ کنگ باشد بازی نوبتیش بر مقابل پاکستان است. امروز فوتبالباز دختران هنگ کنگ توانستند ارزنده غلبه کنند. آنها با حساب 3-0 توانستند دسته تاجیکستان را شکست بدهند. با همین دوستان ارجمند خیر و خوش میکنیم با امید بازی بهتر در رقابت‌های نوبتی در اجرای فوتبالبازان تیم منتخب زنانه کشور ما. خیر.
Hey!